تو این برام چیزی می‌خواستی بشینی اون بر؟ نه اوکی اینجا بشینم. اینجا اوکی؟ ببین موضوع این ویدیو درباره اینه که یک Q&A خب حالا تو یه دونه از سوالا میتونی بپرسی که ازش رو شروع کنی. الان یعنی شروع کنم به پرسیدن اولین سوال. که اینا سوالاییه که ملت قبلا از من توی اون باکس پرسیده بودن توی Q&A جمعشون کردیم اینجا. زندگی تو خارج حسن سربره؟ ما باید قبل از ضبط این ویدیو 5 چقدر جلسه جورابم کوتاهه. تمرینی چطور جلوی دوربین باشین ضبط می‌کردیم. شبیه بستنی‌ها. آره نه از اول ما باید خوراکی می‌خوردیم خب که تو بستنی از این ور باز می‌کنی یا از این ور؟ از چوبش از زیرش که اینجوریه. چرا من از اینجا باز می‌کنم که روش خراب نشه. دست خوب نمی‌خوره به توپش. نه دیگه بعد اینجوری میکشمش بعد این از اینجا در میارم بیرون. تادا. پس چرا زیر نداره بستنی؟ کنده شد خوردمش. اصلا اول کنده شده بود. از اینایی که اول زیر بستنی رو میخورن؟ یا از اینایی که آخرش میان از زیر بستنی رو هورت میکشن؟ از اینایی؟ تو خودت چجوری دوست پیدا میکنی بزرگ به سختی. آقا پس چرا ویدیو میسازی راجبش مردم گول میزنی؟ نه خب سخته دادم تو ویدیو میگم سخته. چرا دوربین الان اعتراف کن که داری دروغ میگی و خودت نمیتونی دوست پیدا کنی. خیلی سخته. چجوری تو بزرگسالی دوست پیدا تو ویدیو گفتم که نمیشه. تو بهتر میتونی راجع حرف بزنی. میخواستم با این حقیقت مواجه کنم که نمیتونی. آره. چرا؟ چه فرقی میکنه مگه فقط به حرف زدن دوست پیدا کردن یه اسکیل به حرف زدن نیست. شاید تو یعنی چی به حرف زدن؟ سخنور خوبی باشی ولی تو دوست پیدا کردن شت باشی. کی گفت حالا به حرف زدنه؟ اولش میگفتی تو میتونی نه گفتم تو راجع به این داستان بهتر میتونی صحبت کنی چون احساس کنم اسکیلشو بهتر داری. تو بهتر میتونی دوست پیدا کنی تو من حدس میزنم. چرا؟ نمیدونم. حدسمه وایبه. خودت فکر نمی‌کنی؟ نونش نازکه. غریزه بستنی نیمو ارضا نمی‌کنه. داد سویشون کنم رو بستنی. آره من فکر کنم شاید تو بهتر باشی نسبتا. آره احتمال زیاد میدم. که من تو دوست پیدا کردم فکر کنم من راحت‌تر دوست پیدا می‌کنم یا فرضا. تو یه ویدیو راجع به این بسازیم. خود نه راستش خود چی فکر کنی؟ ببین یه چیزی بگم. من با آدما خیلی میتونم کمیونیکیت کنم و میتونم اجازه بدم که آدما بیان نزدیک و با هم ارتباط بگیرن. اما یه گاردی دارم من کلا که وقتی احساس میکنم یکی داره زیادی نزدیکم میشه یا یکی یهو میخواد بیاد نزدیکم بشه من اینجام که او خب وایس میان برو عقب، یعنی پوشش میکنم عقب، حالا با هر چیزی که مثلا هر حالی که پشت در وایسا. شما پشت در وایسا زود داری میای تو. و بعد این خیلی مواقع باعث میشه که آدم‌ها نفهمن که این باوندریای توئه. این توی این کاراکترته. این لزوما به این معنی نیست که مثلا از اون آدم داره حالت به هم میخوره یا اینجوری باشه که ایو. و این باز دوباره خودش قضیه رو برای من سخت میکنه به خاطر اینکه آدمای خیلی کمی درک این قضیه رو دارن که اوکی باید این کاراکتر از اون کاراکتراست که باید استپ با استپ باش پیش بری. نمیشه یه دفعه یه شبه با این آدم صمیمی شد و انتظار داشته باشی که اونم با تو همینجوری بشه. در نتیجه این دوباره دوستیابی رو برای من سخت میکنه. مثلا من اینطوری ام که از زود صمیمی شدن حتی یکم استقبال میکنم. خب حالا نه خیلی زود که یعنی صمیمیت واقعی، اوکی، نه صمیمیت فیکی که فقط صرفاً ظاهرا تصریح. حالا و از این که مثلا چون یه نفر مثلا خیلی مثلا بسته باشه در شروع و این نیاز یا این مثلا حسو داشت کانال ترجیح شخصی ما که خیلی آروم 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 مثلا صمیمیت شکل بگیره و مثلا همدیگه بشناسیم که آروم شکل میگیره چون بالاخره پیچیدن آدما، اما بسته باشه نسبت به این داستان، یعنی عمدن مثلا آره بسته باشه. و مثلا این حتی برام یکم ازت کنه چون دقیقاً ایدم اینه که خب ببین مثلا همین اتفاقا هوشه که میگی خب من جایی که اگه مثلا یه نفر
اون هوش کافی داشته باشه کاملا ممکنه چرت بگم، یعنی صرفا ایده خیلی درونی که دارم شیر میکنم و هیچ مثلا بیسی نداره. ولی اینجوری هم که اگه مثلا بعضی کافی باهوش باشه خب میتونه زود تشخیص بده که من میتونم به این آدم تراست کنم یا نه. اگه مسئلهش اعتماد کردن باشه ها، من میتونم به آدم اعتماد کنم و مثلا این مسائل باهاش در میون بذارم یا مثلا این ساید از خودم بهش نشون بدم، یا اینکه نه من مثلا به 6 ماه زمان نیاز دارم تا بتونم مثلا به آدم یواش یواش اعتماد کنم. مثلا خود من اینجوریم که انگار ریسک میکنم روی آدما. من اینجوریم که اوکی من مثلا تمام توانایی بکنم که تشخیص میدم که اوکی مثلا من الان میتونم روی آدم تراست کنم و یکم زودتر از شاید اون چیزی که معموله مثلا با آدم به اشتراک میذارم. و این همگانی نیست، کاملا فیلتر شده و گزینشیه که مثلا این یک آدم خاص الان در رو انگار براش باز میکنه، میدونی؟ یه سری آدما رو مثلا مطمئن نیستی پشت در نگه میداری ولی قالبشونه که به حال انگار یه تشخیصی توشه. حالا این احساس اینه که با اون چیزی که تو داری میگی ظاهرا تناقضه ولی میدونم که در عمل نداره. ولی میفهمی من چی میگم؟ میفهمم چی میگی. آره. خب بذار ببینم تناقضش شاید تو اینجا باشه. تناقضش کجاست؟ تناقضش تو اینجاست که خب من گفتم که من مثلا اون همون هوشه رو توی میبینم که اتفاقا طرف تشخیص بده، تراست کنه، اعتماد کنه و بره تو کانال صمیمی شدن و شیر کردن و فلان و فلان. تو گفتی که مثلا اون هوشه رو توی میبینی که طرف تشخیص بده که فاصله‌شو حفظ کنه و یواش یواش نزدیک بشه. اوکی متوجه شدم تناقض از نظر تو الان چیه، ولی باز دوباره اینجا به یه تناقض دیگه میرسیم. ببین منظور من اینه که اتفاقا آدمی که به نظر من اون هوشه رو داره میدونه که چطور باید صمیمی بشه. ببین یه سری جنس صمیمیتشون خیلی صمیمی شدن دم دستیه. یعنی اینطوری که اوکی دیگه با دخترها باید اینطوری صمیمی شد دیگه، با قربون صدقه و اوورشیر کردنهای توماچ و رفتارهای اینجوری با پسرها باید اینطوری صمیمی شد. اوکی. ولی اون آدمی که اون هوش اجتماعی کافی رو داره میاد آدما رو کاستومایز میکنه. با این آدم باید اینطوری صمیمی شد. با این آدم باید از در صحبت کردن راجع به مثلا موزیک وارد بشی، راجع به فیلم وارد بشی، راجع به مثلا دیزاین وارد بشی، یا چه میدونم هر چیزی، یه اشتراکاتی تو با اون آدم پیدا کنی. و چون یه موقع ببین ارتباطات اجتماعی فرض یه طرفه شکل میگیره و بعد دو طرفه میشه. یعنی مثلا یه وقتا اینطوریه که من میخوام برم با یه آدمی صمیمی بشم ولی اون همونجوری نشسته سر جاش، اصلا همین تو ذهنش این نیست که من تبدیل به دوستش بشم یا تبدیل به آدم نزدیکش بشم. ولی یه چیزی برای من اینترستینگ به نظر من اومده و حالا من میخوام برم با اون آدم صمیمی بشم. پس اینجا من باید هوشمندانه عمل کنم، اشتراکات ذهنی که با اون آدم میتونم داشته باشم رو پیدا کنم و از اون در وارد بشم، از در حرفای دم دستی و رفتارهای دم دستی. این فکر می‌کنم اون تناقضی که داری میگی الان تونستم حل کنم. آره فهمیدم. یعنی تو مشکلت اصلا بیشتر با اون چیزیه که به اسم صمیمیت داره فروخته مواجهه با این قضیه نیست. آره با نحوه مواجهه با این بیشتر انگار مثلا نشانه های صمیمیتی که طرف کپی کرده نشانه های صمیمیت تیپیکال کپی پیست رو همه آدما. آره میفهمم. آره منم با اون داستان مشکل دارم اتفاقا و خیلی سعی میکنم مثلا این وایب هم ندم دقیقاً، که یعنی مثلا اگه یه چیزی هم مثلا داره میگه مثلا قربون صدقه فلان، واقعا تو اون مرحله‌ای باشه که واقعا اون حسو دارم نسبت به اون آدم، حالا اصلا دوستی هر کسی میدونی. آره یعنی واقعا قربانیش حاضرم بشم. لازم نیست که دومین باری که یه آدمو میبینی اتنشن بریزی سرش، قربون صدقه بریزی سرش و از این راه بخوای باش صمیمی بشی. میتونی از راه یه مکالمه عمیق با اون آدم صمیمی بشی بدون کوچکترین قربون صدقه. یعنی تو یک تأثیری تو ذهن اون آدم بذاری که وقتی اون آدم از تو جدا میشه و میره خونه بشینی به مکالمه‌ای که داشتید فکر کنه و بخواد که دوباره با تو مکالمه داشته باشه، نه اینکه دوباره تو رو ببینه و تو هی فقط قربون صدقه‌اش بری. این چیزی رو به هیچ ارزش افزوده تو روابط اجتماعی نداره. خب قراره که یک ویدیو 4 ساعت و 45 دقیقه‌ای تو یوتیوب بذاری؟ نه میخوام خیلیش حذف کنم. چیزای جالبش می‌خوام. از وسطش جالب‌تر شد. از بستنی به بعد جالب‌تر شد. من از اول بستنی خوردم. آره خوراکی همزمان میدونی چرا با بستنی خوردن جالب‌تر شد؟
چون همزمان با بستنی ما هم یخمون باز شد. آفرین. خیلی بامزه. میتونی سوال از من بپرسی؟ چی کانسپت پشیمونی؟ آره همینو. آره این آره سوال باحالیه که نوشته که کانسپت پشیمونی برات مطرح هست یا این دیدگاه رو داری که تجربه و پشیمونی، یعنی تجربه کردی و دیگه پشیمونی بی‌معنی میشه واسط. ببین بستگی به اون اتفاقی که توی اون برهه زمانی افتاده و کلا پروسش اینجوریه که یه اتفاق میفته تبدیل به تلاقی خاطره میشه، بعد اون خاطره یه تجربه میشه و بعد یه پشیمونی یا رضایت داره. بستگی به عمق اون فاجعه داره. ولی من خودم آدمیم که با اینکه خیلی اتفاقات زیاد و عجیب و غریبی توی زندگیم از لحاظ اتفاقات بد و اینا نه ها، از لحاظ کلا اتفاقات عجیب زیاد برای من افتاده. با آدمای زیادی مواجه شدم و در ارتباط بودم و حالا از هر کدوم مثلا یه سری چیزها دیدم، یه سری اتفاقات برام افتاده باهاشون، نه لزوما بد. ولی خیلی آدم نیستم که زمانی که به گذشته فکر میکنم این حسو داشته باشم که پشیمونم، یا این حسو داشته باشم که کاش این کارو نمیکردم یا کاش این کارو بیشتر میکردم. ببین دیدگاه من به زندگی خیلی تجربه محوره، به خاطر اینکه خیلی آدمی هستم که اکسپلور میکنم و مدام دوست دارم از خیلی چیزها سر در بیارم و این چیز بعدم هست که مثلا توی دوست داری یه ذره از این بچشی، یه ذره از این، یه ذره از این، و همین میتونه در طول زمان انباشت تجربه برای تو داشته باشه که لزوما تجربه کارآمدی نیست. ممکنه بد باشه، ممکنه خوبم باشه، ولی برای من اینطوری نیست قضیه که بگم پشیمون شدم، چون خیلی جا واقعا بهم حال داده و حتی at the same time یه جاهایی اتفاق بد، یه اتفاقی که اون لحظه عمیقاً شاید حتی منتال بریک داون هم کرده، فروپاشی روانی برام داشته، حالمو بد کرده، زندگیمو متوقف کرده، یعنی مثلا اتفاقی که دو تا اتفاق بعد اینجوری داشتم، اون لحظه خیلی برام سهمگین بوده و خیلی فشار روانی زیادی برام داشته ها، ولی خود همون اتفاق هم دوباره بعدها برام یه رویکرد متفاوت تری دیگه ای داشته. خود اون اتفاق باعث شد به این فکر کنم که اگر اون موقع برام اون اتفاق نمیافتاد الان این دیدو به این قضیه نداشتم. اصلا ما نمیتونیم از این قضیه چشم پوشی کنیم که درصد خیلی زیادی از اینکه شخصیتت تو دیولپ میشه و تو هی در گذر زمان به خودت میای میبینی که اوه چه اتفاقات جالبی داره تو من میفته. علاقه‌مندیایی دارم پیدا میکنم که اگه 5 سال پیشه که اینا رو به من میگفتم که تو مواد زدی داری مثلا این حرفو میزنی. میشه اگه یه آدم این علاقه داشته باشه یا جهان بینیش این بشه و این جالبه، این سیر جالبیه. یعنی اگه تو بخوای مدام توی اون تله پشیمونی بیفتی، یه ترسی توی وجودت ریشه میکنه که در آینده نمیذاره که اکسپلور کنی به راحتی، چون دوباره مدام اینطوریه که اوکی من این آدمیم که هی کار میکنم و پشیمون میشم. یعنی اون شخصیت جستجوگر تو رو هم سرکوب میکنه. یعنی من زیاد این شخصیتی که پشیمون بشم و نه در نسبت به گذشتم دارم و نه میخوام که نسبت به آیندم داشته باشم، چون اون شخصیت سرکش منو سرکوب میکنه و من واقعا یه چیزایی که تو خودم خیلی دوست دارم اون شخصیت سرکشم خیلی باش حال میکنم. چرا بخوام با پشیمونی اینو سرکوب کنم، چه نسبت به گذشته چه نسبت به آینده، چون عموما آدم‌ها روی کردی که نسبت به گذشتهشون دارن همون رو هم به آینده هم دارن. ببین خب من اینطوری فهمیدم از حرفت که تو داری میگی که مثلا توی اون انگار که اون پشیمونیه یه جوری جزو اون پکیجشه که تو وقتی داری ریسک میکنی طبیعتا یه انتظار، نه پشیمونی جزو پکیجش نیست، از دست دادنه، نرسیدنه، پذیرفتن این که ممکنه پشیمون بشی جزو اون پکیج. آره ممکنه جوری که میخوای پیش نره، حس پشیمونی بهت بده ولی از قبل انگار پیش بینی شده بود که اینم یه احتمالیه. اوکی آره میفهم. برای منم یه بخشش این هست که میگی، یعنی پیش بینی این که ممکنه چیزها اونطور که میخوای پیش نره ولی این هزینه‌ای که داری میدی و پاداشی که در ازاش داری میگیری، ریسک به ریوارد داستانه. چون اگه بخوای مثلا کاملا سیف بازی کنی چیزی به دست نمیاد، احتمال پشیمونی کمتر میشه ولی احتمال اون چیزای ریواردش هم میتونه پایین‌تر بیاد. آره
یه بخشش برای من اینه، یه بخش دیگهش واسه من پذیرش. یعنی ببین حس پشیمونی قطعا دارم توی زمانایی، خب به گذشته نگاه میکنم، مثلا میگم تو موقعیت خاص اگه اینجوری عمل کرده بودم، اگه اینطوری تصمیم گرفته بودم، نتایج طور بهتری میشد و این حس میاد سراغم. چیزی که کمک میکنه که این حس نمونه و بتونم گذر کنم ازش اینه که توی یه پرسپکتیو مشخصی ببینم، خود گذشتم قرار بدم، نه مسائل به صورت انگار مثلا تو خلأ اتفاق افتاده باشه. تو خلأ اتفاق نیفتاده، توی یه شرایط خاص اتفاق افتاده و اون شرایط رو به خودم یادآوری کنم که من به عنوان یه آدم، به عنوان یه فرزاد مثلا 2 ساعت پیش، 1 ساعت پیش یا 10 سال پیش با همه محدودیت هم اون تصمیم رو گرفتم، اونجوری اقدام کردم و در یه شرایط مشخصی و تو اون شرایط خیلی سعیمو کردم. بعد ببین مثلا یه وقتی حالا سخت‌تر داستان کجا میتونه باشه، یه موقع هست که سخت داستان اونجایی که مثلا اون تصمیمی که گرفتم که باعث پشیمونیم شده، فکر میکنم میتونستم عملکرد بهتری داشته باشم، جزو در واقع توی مرز توانایی هم بوده. خب مثلا یه موقع هست که چه میدونم میگی چرا در فلان تاریخ مثلا فلان کار نکردم، مثلا میبینی اصلا تو اطلاع نداشتی، تو اصلا در جریان نبودی، تو خیلی پرت بوده از تو. ولی یه موقع هست که نه، تو مثلا میدونی که ببین من همیشه مثلا همچین آدمی بودم، ولی توی این موقعیت خاص مثلا چرا اینجوری عمل کردم، اصلا شبیه من نبود، خود واقعی من انگار نبود. اونجا احتمال پشیمونیش برام بیشتره. مثلا فرض کن که من مثلا میگم که ببین مثلا کلا به خودت مسلطی، به مثلا ایموشنات مسلطی، بعد مثلا توی یه موقعیت خاص یهو مثلا یه هیجانی طوری ابراز کردی که خیلی به نظر خودت مثلا بیش از حد بوده یا خیلی مثلا متفاوت بوده با اون چیزی که از خودت انتظار داری و این خودت رو سورپرایز کرده و این مثلا پشیمونی. پردازشش سخت‌تره اینجا واسم قطعاً، به خاطر اینکه احساس میکنم که جزء مثلا اون جعبه ابزارم بوده اون تواناییه و صرفا مثلا ابزارش رو در نیاوردم. منتها مثلا باز یادآور این برام کمک کننده است که خب ببین مثلا اولا که استفاده از اون ابزاره بی‌نقص نیستش، مثلا یه چه می‌دونم یه دستگاهی که مثلا فتوکپی میگیره و همیشه مثلا یه استراکچر خاص فتوکپی نداره. آره یه ضریب خطایی داره، یه نقص پرفکت نیستش اولا، و بعد اینکه تاثیر شرایط هم هستش. یعنی مثلا چون از چیزای کوچیک خستگی و استرس و غیره بگی، بعد شرایط مثلا جدید ممکنه باشه، تاثیر اونا هم هست و تو مثلا به عنوان یه موجود محدود با یه سری اسکیل ست های محدود تو حالا یه شرایط خاصی اوکی مثلا یه جوری عمل کردی که آره تئوریتیکلی میتونستی بهتر عمل کنی، ولی واقعا در عمل من معتقدم که آدم بهترینشو گذاشته و این مثلا فکر که میتونستم اینا خیلی اصلا برام حتی به لحاظ تئوریک معنی نمیده که میتونستم یعنی چی. مثلا اگه میتونستی که خب میکردی قاعدتا، میدونی الان تو میتونی بگی که میتونستم، ولی در اون لحظه اوکی همه این فانکشن ها و ایموشن ها و کاگنیشن و فلان همه دست به دست هم داده که تو اینطوری عمل کردی. پس چیزی که الان من میتونم روش فوکس کنم اینه که خب مثلا حالا بعدتر چجوری میتونم این سیستم رو اپتیمایز تر کنم، اونم نه برای اینکه پرفکت بشه ولی برای اینکه بیشتر نزدیک بشه به اون مثلا سبکی که دوست دارم عمل کرد داشته باشه. بازم میگم خیلی فرق داره با پرفکت بودن، لازم نیست اصلا پرفکت باشه، فقط لازم مثلا ببرمش تو کانالی که برام مثلا بیشتر مثلا با ارزشام تطبیق داره. خب مثلا فکر کن چون تو موقعیت خاص حالا چی شد که مثلا اینطوری ایموشنالی خودم اکسپرس کردم که الان احساس میکنم که بهتر بود نمی‌کردم. مثلا خب میتونی بگی مثلا خیلی خسته بودم، خب پس اوکی وقتی خیلی خسته ای مثلا نپرداز به یه کانورسیشنی که خیلی مثلا مهمه. این میتونه یه قاعده یه پرینسیپل بشه مثلا واسه من. اینه نگاه کردن به محدودیت ها مثلا برای من تو پردازش احساس پشیمونی کمک کننده است، نه اینکه از بینش ببره. خب میدونی که ببین راست گفتن با صادق بودن متفاوته. خب مثلا تو میتونی توی موقعیتی حرف راست بزنی ولی صادق نباشی. مثلا من به تو زنگ میزنم میگم که مثلا روی کجایی، خب مثلا کسی هم نیستم که چکت کنم و اینا، نه ها، مثلا مثلا دوست صمیمیتم از فرند دیگه. آره دوست صمیمیتم، مثلا روی کجایی، مثلا تو فرض کن رفتی مسافرت مثلا لهستانی اوکی، بعد تو خیابونی به من میگی که مثلا بیرونم تو خیابونم، من نمیگم لهستانی، ولی نمیگم لهستانی که یه داده بزرگیه مثلا،
و من مثلا و تو میدونی که اگه اینو بگی فرزاد فرضش برای که تو خیابون تهرانی، من اینو مثلا این میدونم که اوکی حرفی که تو زدی راسته ولی صادقانه نیستش، با اینکه تو دیتای دروغی به من ندادی ولی انگار یه جوری پنهان کردی یه بخشی از اون چیزی که هست و خودت هم به این آگاهی ها، یعنی اینجوری نیست خیر مستقیم واقعا آگاهی که اگه اینجوری بگم فرضت فکر میکنم تهرانم، حالا قصد یه جورایی اینه. خب اینو من عدم صداقت میدم. اولا که تا اینجاش بگو که موافقی یا چی؟ موافقی؟ موافقم. خب بیا یه مثال نظرتو بگو. خب فکر میکنی که تو از یه چیز پارتنرت خیلی خوشت نمیاد، یه چیزش رو مخته، یه چیزی که نمیتونه تغییر بده، رنگ پوستش، خب تایپ تو نیست مثلا، تو تایپ جذابیت نیست پس چرا با پارتنرم باشه؟ اگه یک چیز همچین بیگ دیلیه. اوکی سوال خوبیه. ولی فکر کن حالا به هر دلیلی تو اینو مثلا در اوایل ارتباط نادیده گرفتی، ایگنور کردی، الان وارد مثلا یه فازی شدید که با هم در رابطه، اون طرف هم اینو نمیدونسته، حالا فکر میکنی کاملا ترجیح شخصی تو بگو، خب اصلا نمیخوام بگم مثلا فکر کن چی درستشه و اینا، کاملا فکر کن که خودت فکر کن اون آدمه باشی که پارتنر تو مثلا با یه کاراکتر تو حال نمیکنه، ترجیح تو چیه؟ اینه که اینو بدونی ازش، شفافیت بهت بگی ببین مثلا یه مسئله که من دارم مثلا اینه، یا اینکه ترجیح میدی مثلا رابطه رو تموم کنه بدون اینکه به تو دلیلش رو واضح بگه، یا اینکه ترجیح میدی اصلا اگه میتونه با این داستان کنار بیاد و ادامه بده؟ 100% ترجیح اینه که بهم بگه. من خیلی آدم مواجه شویی هستم، حتی که واسه دردناک باشه دونستنش. آره 100%. ببین فرض کن همین رنگ پوست، خب پارتنر منو انتخاب کرده ولی با رنگ پوست من حال نمیکنه. حالا اصلا چرا انتخاب کرده؟ بعد بخواد این قضیه واسش اوورتینک شبانه بشه که هر بار من نگاه کنه اینجوری بشه که ای بابا حالا خوبیه ولی رنگ پوسته، چرا اصلا اتفاق بیفته؟ دوم اگه دیگه با یه چیزی توی کاراکتر من مشکل داره و فکر میکنه که اون اصلاح پذیر نیست و درست نمیشه، باز هم در قبال من به عنوان یک انسان من مستحق این هستم که این رو بدونم. یعنی بدونم که تو اگر با یه چیزی از من حال نمی‌کنی اون یه چیز چیه، هر جوری که هست من باید این دیتا رو داشته باشم. یا اگه میخوای تو من رو ترک کنی بازم باید بگی، نمیتونی همینجوری ترکم کنی و بهم نگی که چرا، دلیلش چی بوده. حالا خودت هم همین رویکرد رو داری؟ آره من همین رویکرد رو دارم. من که اصلا ببین کلا این که بخوام مثلا با پارتنرم یه چیزی رو شیر کنم که ببین از این چیزت خوشم نمیاد، این چیزت رو مخمه، اصلا اینو دریغ نمی‌کنم. حتی اگه اون چیز تقصیری نباشه، منظورم که یه چیز درونی مربوط اونه. آره که برای بقیه هم اوکیه، میدونی؟ آره ولی برای من اوکی نیست. آره خب پس اینو میگم 100% بهش. ببین به خاطر اینکه روابط ما بر پایه شفافیت پیش میره. تو اگه این شفافیت رو نداشته باشی اصلا نمیتونی امید به این داشته باشی که با آدم‌ها به یک جایی برسی، بتونی یه دیلی بکنی، بتونی یک چی بگم، بتونی حالا اصلا کلا دیگه دیل کنی دیگه. باید شفافیت رو داشته باشی حتی اگه حال نمی کنی. ولی باز اینجا یک استثنا هم داره فرزاد، اونم اینه که اون آدم برای توی چه دسته‌ای قرار میگیره. اگه پارتنرته که هیچ، تو کاملا در برابر اون آدم موظفی که شفاف باشی. اما اگه پارتنر نیست و مثلا یک آدم درجه 2 درجه 3 یا آدم دورتره و خب اصلا اون بدونه که حالا مثلا تو با این چیزش که جورم نمیتونه تغییرش بده تو حال نمی‌کنی، به هم کلاسی دور تو دانشگاه گوشیو برداری سلام ببین من مثلا با اینت حال نمی‌کنم، چه کار کنم دیگه؟ فکر نکن بهش اگه حال نمی‌کنی. خوب شد دونستم. آره دیگه فکر نکن. آره میفهمم. من خودم این رویکرد رو دارم، تو هم داری این رویکرد، تو همین شفافیت رو حق یک انسان میدونی، فکر می‌کنی یک آدم مستحق این است که اینو بدونه، یا اگه ندونه اصلا چیزی باهاش عوض نمیشه. ببین روی کردی آره، یعنی اینو حقش احساس کنم که حقشه که بدونه و در این حال ولی ترس مثلا هرت کردن چی میشه، مثلا آسیب زدن، آسیب درد وارد کردن به اون آدم رو هم دارم. خب و یه بخشیش هم یعنی یه عذاب وجدانی همراهش هست که ببین خب مثلا تو بودی که اشتباه انتخاب کردی
چرا اون آدم باید مثلا به خاطر انتخاب اشتباه تو حالا یه دردی بکشه که بفهمه حالا مثلا به خاطر اینشه که تو الان نمیخوای باهاش بمونی، در حالی که تو اسکل مثلا اینو انتخاب کردی از اول با این ویژگی، با این پکیج، میدونی؟ ممکنه که از اول تو اینو نمیدونستی. ببین مثلا فکر کن که تو از اول اینو میدونستی، خب ولی مثلا ایگنورش کردی، مثلا اونقدر گفتی خب حالا فاکتور مهمی نیست، مثلا بعدا فاکتور دیگه. من همینو میگم دقیقاً. حالا تو اون نقطه آدم خب اگه مثلا اینو با یه طرف در میذاره، میدونی که مثلا این دردی به طرف وارد میکنه و تقصیر اون طرف هم اصلا نیستش، اما در عین حال میگی که خب حقش هم هست که بدونه. یعنی من منظورم که دو تاش میکسته واسم، مثلا هر دو تا حس دارم، اما فکر میکنم که ظرفیت آدم‌ها خیلی اولا که بیشتر از این حرفاست توی اینجور چیزا. ممکنه آره مثلا خیلی دردناک باشه، اما معمولا مثلا به مرور زمان طرف میفهمه که ببین مثلا اگه مثلا شفاف باشه که این بدونه مثلا این مشکل اون نیست، مثلا شاید همین رنگ پوست، رنگ پوست مشکل نیست، یه تایپه، مثلا طرف بتونه تفکیک کنه. آدم معمولا ظرفیتش دارن که این قضیه پروسس کنن. ساعت چنده؟ بزن رو گوشیم. 2-3 بچه کانال رویا رو به سابسکرایب نه بابا نگو از این حرفا. چرا خب برم بکنن دیگه. یه هدف ویدیو همین بود که کانال رو سابسکرایب کنن دیگه. آنست باش، صادق باش بیننده ها. بچه یه هدف این بود که شما به کانال رویا سابسکرایب کنید که اگه خواست بعدم ویدیو بده، مثلا کسایی که خوششون اومده ویدیوشو برن ببینن که از 0 شروع نکنه. اینا نه خیلی اینجوری داره رکورد میکنه. آره خب آخه خیلی شبیه چی؟ تبلیغای اینستاگرامی میمونه. خب چجور بود تجربه این اولین ویدیو یوتیوبیت؟ آره اینو بگو، این جالب میتونه باشه. چجور بود اصلا؟ چقدر متفاوت بود با چیزی که فکر کردی؟ ببین قضیه برام اینجوریه که احتمالا این از اون ویدیو هست که ببینمش بعداً و اینطوری باشم که ببین اصلا شبیه خودم نیستم توی این ویدیو. تو این حس داری؟ در مورد خودم یا در مورد تو؟ در مورد خودم. در مورد تو که شبیه تو نبود یا بود یا نبود؟ بود یا نبود؟ من میگم نبود. چون خب تو خیلی متنوعی. خیلی شبیه کدوم تو؟ شبیه کدوم رویا؟ آره شبیه کدوم بخش تو؟ شبیه آره ببین قطعا همه یه بخشای تو رو کاور نمیکنه، یا شاید همین دیالوگ اگه ما بیرون دوربین داشتیم متفاوت می بود. 100% تو این که شکی نیست. خب و تا الان از خنده روده‌ور شده بودی. یا مثلا آره، یا مثلا من خیلی بیشتر حرفتو قطع میکردم. من جلو دوربین کم با ادبم. چه بذار حرفشو بزنه بعدا تو ادیت پاک میکنم. خب آره برای منم همینه، واسه منم همینه. نه واسه تو زیادی نیست. مطمئنی؟ چرا؟ من خودم هست شاید من بیشتر یاد گرفتم که چجوری شبیه خودم نشونش بدم، ولی تاثیر دوربین از بین نمیره، مگر اینکه چه واقعا مثلا فراموش کنم که دوربین نیست. یه جاهایی هم فراموش میکنم، ولی خب نه واقعا تاثیر داره دیگه. ببین مثلا من احساسم اینه که یه وقتایی تو دیالوگای عادیمون هم اینطوری هستی، یعنی همین جوری که الان تو ویدیو بودی، خب اما مثلا شاید وقتاییه که هنوز اونقدر راحت نیستی. مثلا من اینو حس میکنم، مثلا شما راجع به موضوع جدیدی شروع مثلا تازه هم دیدیم امروز، خب مثلا صبح مثلا 2 روز مثلا هم دیگه نمیم، تازه مثلا صبح هم دیدیم، مثلا شروع کنه شاید مثلا 20 دقیقه اول دیالوگ دقیقاً اینجوری هستی که یا مثلا نیم ساعت اول مثلا صحبت اینطوری هستی که توی ویدیو بودی، فکت جدید خودم. آره. بعد راحت تر میشی، مثلا متفاوت تر میشه. یعنی احساس میکنم این که میگی مثلا خود نیستی، خود هستی، فقط مثلا اون تایپیه که هنوز حالا اونقدر مثلا راحت و صمیمی نشدی با طرف. آره دیگه میگم که کلا من خیلی استپ بای استپ. آره طبیعیه دیگه. طبیعیه دیگه. خیلی بس دیگه من خوابم میاد. آره دیگه خسته شدم. همین رو میخوام همینجا بخوابم. خیلی چون اندینگش اینجوری باشه من میخوام خوابیدم. نه قطعش کن. خب با مزه بود.
عجیب بود.